زنان عزیز، ما در هرات هستیم و در هرات یکی از رستوران‌دارها در رستوران نمایشگاه کتاب برگزار کرده تا کسی که میآید نوشیدنی بخوره همچنان کتاب مطالعه بکنه و از نمایشگاه کتاب دیدن بکنه. میریم داخل، همراه رئیس همین نمایشگاه هم صحبت می داشته باشیم و شما با ما باشین هموطنان عزیز. سلام و درود خدمت شما. سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ یک معرفی کوتاه از خود برای بیننده ها داشته باشین. تشکر از آقای کفشانی عزیز که از کابل زیبا اولا آمدین و مهمان نمایشگاه کتاب انتشارات مومنی در ولایت هرات شدین. فاروق محمودی هم برگزار کننده نمایشگاه کتاب. بسیار عالی. برای ما بگوین که چه کتاب ها را در اینجا شما به نمایش گذاشتین تا که هموطنان ما بیاین او را بخوانند. کفشانی عزیز، ما خود در هرات دیگه به بخش کتاب خوشبختانه بگم دست اول میزنین و همیشه برنامه‌های متفاوت دارین و این بار خواستین که در پهلوی نوشیدنی کتاب هم داشته باشین و کتابایی که ما دارین در بخش‌های مختلف، روانشناسی انگیزشی، کتابای رمان و بخش ادبیات، کتابای دینی، بخش طبی، در کل تمام کتابا رو دارین. برای ما چی پیشنهاد میکنین؟ برای شما چون به هرات آمدین و احساسا دارین لهجه شیرین هرات میخواین یاد بگیرین، گرچه بلدم شدین، کتاب دو بیتی های هراتی از استاد سخا. سلام فیضی شب بزرگوار. سلام علیکم بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر سلامت. شما را آمدین دیگه به نمایشگاه؟ بله جناب محمودی صاحب ما رو دعوت کردن تا از نمایشگاه هم دیدن بکنیم و کتابا رو هم ببینیم. کتاب هایی که ضرورت داریم که او را مطالعه کنیم از اینا انشالله بگیریم و ببریم مطالعه کنیم. بله، کدام کتاب ها را شما زیادتر دوست دارین و میخواین اونا را مطالعه کنید؟ کتاب های انگیزشی و روانشناسی را زیادتر دوست داریم. بله. خوب هستی سلیمان جان؟ بخیر هستی؟ تو کدام کتاب خوش داری که مطالعه کنی؟ من هنوز کتاب مورد نظر خودم پیدا نکردم. پیدا نکردی تا هنوز؟ نه. خب کدام کتاب داستان خوش داری؟ کتاب شعر دوست داری؟ انگیزشی دوست داری؟ چی دوست داری؟ شعر و انگیزشی. بسیار عالی. بخیر پیدا بکنی. هموطنان عزیز، ما میریم که همون کتابی را که اینا مورد نظرشون است به ما بتن تا ما ببینیم که چطور یک کتاب است و برای شما هموطنان را نشان بدیم. با ما باشید هموطنان عزیز. بسیار یک کار عالی هست و چیزی که توجه مرا جلب کرد همی بود که در جایی که ما نوشیدنی میخوریم همچنان بتانیم درس هم بخوانیم، مطالعه هم بکنیم، چون که مطالعه خودش یک نوع غذای روحی است که انسان میتونه خیلی چیزها را یاد بگیره و انرژی انسان را بالا میبره و انشالله که رستوران‌دارهای دیگر هم همه طور یک فضا را برای مشتریایشان آماده بسازن تا که اونا هم نوشیدنی بخورن و همچنان مطالعه بکنن. خب آقای کفشانی، یک جمله بسیار خوبی گفتین. صدای شما صدای بسیار خوب و رسایه و هموطنان عزیز همیشه میبینن. جمله شما بسیار قشنگ بود و از ته دل ما برآمد و این نیاز است. همچون شما گفتین غذای روح هست واقعا کتاب و نه تنها که ملت بلکه دولت هم این قضیه سرمشق کارهای خود قرار بده و در تمام برنامه از کتاب استفاده کنه. برای شما کتاب پریجو از استاد سخای دو بیتی های هراتیه و من دوست دارم یک دو بیتی رو هم بخونین کامل لهجه شیرین هرات رو. بله دوستای عزیز، کتاب پریجو از سید ضیاء الحق سخا بسیار یک کتاب عالی است. ببینیم که چی دو بیتی ها داره داخلش. خب میگه نه دل من مایل تخت امیره، نه هم خواهان به مو چوکی وزیره، دیگه بس منه هیچی نمایم، پریجو مرا خدا از من نگیره. واقعا چیه کتاب شیرینه؟ پریجون مرا خدا از من نگیره. پریجوی مرا پریجون مرا پریجو است. پریجو مر خدا از من نگیره، لهجه خاص هراتی. پریجو مرا خدا از من نگیره. واقعا چی یک لهجه شیرین هراتی و ایره یکی از هموطنان هراتی ما نوشتن دیگه. دقیقاً از استادای پر افتخار ولایت هراتن و منصب به دولت هم داشتن، مصطفی ولایت هرات بودن. بسیار عالی. میگه کجایی تو کجایم من پریجو، چرا از تو جدایم من پریجو، زغند
آتش افتاده به من جون جون با قرآن خیلی تو را مایم پریجو. و خدا دوستای عزیز چی یک لحجه شیرینه. فیضی صاحب تالی کتاب شما مطالعه کرده بودین؟ نه حالی دیدیم این کتابه. بسیار لحجه شیرین است و این شعرش خیلی با مفهوم بود که میگه نه دل من مایل تخت امیره، نه هم خواهان به مو چوکی وزیره. دیگه بس منه هیچی نمایم، پریجوی مرا خدا از من نگیره. با لحجه هراتی میتونیم بخونیم یا نه؟ نه دل مایل تخت امیره، نه هم خواهان به مو چوکی وزیره. دیگه بس من هیچی نمایم، پریجو مر خدا از من نگیره. فیضی صاحب شما زیاد وقت در کابل بودین فراموش کردین دیگه لحجه زیبای ایراتی همون به حالت متن را اگه بخونیم کم سخته. بله. نگویی چی که دلتنگم پریجو کشیشته بم سر سنگم پریجو. غزلها مر نخونده پاره کردی، به دو بیتی کلاونگم پریجو. این عاشق پریجو بوده. واقعا یک کتاب عالی و مثلا کتاب پریجو را فراموش نکنین. سید ضیاءالحق سخا واقعا یک شاعر فوق‌العاده بوده دیگه. که دوستای عزیز یک چیزی که توجه مرا جلب کرد که اونجا نوشته است با خرید 100 افغانی کتاب برنده 1 لک افغانی و 10 جوایز ارزنده دیگر شده. بگوین که چی رقم است برای ما کمی تشریح بدید. کفشانی عزیز، ما بعد از فروپاشی دوره جمهوریت با آمدن امارت اسلامی افغانستان ذهن جوانا در ولایت هرات متاسفانه خیلی کم مبرم و درهم شده بود و هیچ علاقه به کتاب و کتابخوانی نداشتن. ما خواستیم جهت تشویق برای هموطنان عزیز نه تنهایی در ولایت هرات نیست، حتی از دوستان از کابل و جلال آباد و مزار هم اگر بیان خریداری بکنن میتونن ثبت نام بکنن. قرعه کشی عمومی هست، هر کس از ما 100 افغانی کتاب بخره، حتی شما هم میتونین به قرعه کشی ثبت نام کنین. کارت قرعه کشی برای شما میدین، سال 1 بار برگزار میشه به قید قرعه. هر کس برندش 1 لک افغانی و جوایز دیگه هم داریم که بیشتر دوستا شرکت هایی که در ولایت هرات هستن با ما همکاری میکنن. و این بار هم ما علاقه ازی داریم که انشالله شرکت رنگ افغان فیضی اسپانسر برنامه ما باشه. بخیر انشالله و 100% هم اسپانسر میشه. همینطور نیست؟ چون که ما جوانا را تشویق در پهلو از این که ما تابال ورزشکارا را هم اسپانسر کردیم، چه خوبه که بخش فرهنگی و بخش کتاب و مطالعه را هم اسپانسر کنیم. ما انشالله به خدمت جناب محمودی صاحب هستیم و افتخاره که ما در قسمت کتاب و مطالعه و اینا هم یک فعالیت داشته باشیم. بله. سلیمان چان هم کتابای دلخوش پیدا کرده، یکی رام نیست 4 تا. 2 تاش خواست خورم است، 2 تاش نه قهرمان مدرسه ما کی است؟ خب دیگه بگو دیگه کتابا رو معرفی کو برای دوستا که دوست داری خودت. خب چی کسی پنیر مرا برداشت؟ آفرین. دیگه پول و قانون جذب، بسیار عالی. و ایچیگو ایپیچیه. ایچیگو و ایپیچیه کدام نام است؟ ایچیه. دوستان عزیز، کتابای داستان سلیمان جان دوست داره و من کتابای شعر پریجوره. پریجوی هراتی را واقعا چی یک شعرهای نوشتن من میگم دیگه همیشه همیار را خوانده بریم. ایره که تو خواندی شیخ جان باز باید بدی که ما میره بخوانیم این کتاب. در خدمت هستیم، کل کتابخانه در خدمتتان است. باشه به می قرعه کشی هم شرکت کنیم ببینیم که برنده خود شانس از اینا کیه. گرچند ما چانس نداریم خب باز هم مندازیم. نه ما چانس داریم. شما دارین ما نداریم. اگه می داشتیم در نمایشگاه موتر برنده می شدیم. خب در کجا ثبت نام میشه برای قرعه کشی؟ خب بین
اینی کارتای قرعه کشی ما هست. من دوست دارم که خود شایق جان به قلم خود بنویسین. باش که صدافانی خودت طویل کنیم. تخلص خوردین. آره خودت صدافانی را طویل کنیم کاله نگوین نکده. نه باید کتاب دیگه بگیریم. اون کتاب خود از طرف ما توفیه بس. خب باش گیره در جیب خود بانو که باز خب در کجا ثبت نام میشه؟ اینجا اسم شایق کفشانی. ما بگو. بله ولد تخلص کفشانی. چه خوبی خطی داری شایق جان. نه این کلگی میگه شایق جان درس ولد نمیخونه. از اون کسایی که عبدالسمی فکر میکنن خطی هم مقبولتر. چشم نشال فیضی سر شایق جان شماره تماس خور بنویسین. آدرس 0790 اگر کابل بودیم برنده شدین برای شما تماس میگیریم. سیارالی. اگر گوشی را جواب ندیم آدرس کابل. تاریخ چند است؟ تاریخ باز خود او را دیگه خودتان بزنه. اینی را گرچه قدر خط خوبشان ندارم خب بازم دیگه باز این را میکنیم. این داخل کتاب شما میمانیم که به یادگار پیش شما بمونیم. این حال کتاب ما بخریم. حال خود دیگه ایره توفه دادن. ایره توفه دادن میگه. شایق جان باش که یکی خوش کنیم خودتان بتین که شما خوشتان خوب است نسبت به من. همطور نیست فیضی صاحب؟ بین شما هم در قرعه کشی اشتراک کنید. ما هستیم در قرعه کشی. تا به شعر حماسی. دوستان عزیز کتابی را که برای من تقدیم کردن کتابی هست که در مورد هر ولایت یک دو داره و به خاطر که ما در هرات هستیم یک شعری در مورد هرات میخوانیم. هرات ما هرات باستانی است، سماع عارفانش جاودانی است. قسم بر موی زیبای محمد که انگورش شراب آسمانی است. واقعا یک کتاب عالی و نگوییم که تنها در مورد هرات داره. این کتاب در مورد هیرمند یا هلمند است. دریغا هیرمند باستانی، مقدس آبهایش جاودانی. به زهر آلوده دیو و تیر پندار، نمی ترسد ز نور آسمانی. چقدر یک کتاب با مفهوم. این شایق جان از نویسنده های مشهور هرای زمین دکتر عبدالغفور آرزو که فعلا در کشور ایران به سر میبرن. بسیار عالی. دوستای عزیز چقدر عالی است که ما سفرهای ولایتی را داریم که در هر ولایت که رفتیم میتونیم یک شعر کوتاه در وصف همون ولایت داشته باشیم. چطور فیضی صاحب؟ بله دقیقاً. و سلیمان جان هم کتاب زیاد برداشته، ما هم زیاد برداشتیم. ببینیم که چند دانه همو تکت قرعه کشی به ما میدن که خوش چانس امی کتابخانه از اینا ما باشیم و من مطمئن هستم که با یک دارم خوش چانس هستم ولی کتاب ضرورت داریم باید یک چند دانه بگیریم. بله بگیریم دیگه. من 2 تا گرفتم منال نوبت شماست. 4 دانه سلیمان جان گرفت، 2 دانه ما، 6 دانه. ماشاءالله خیلی زیاد گرفتین. بیاین که امیر هم تکت کنیم. این خود تکت کردی دیگه؟ پورا تکت کردیم. ایره توفه دادیم. 1 دانه توفه شد، 1 دانه تکت. هموطنان عزیز کتابا را گرفتیم. انشالله که با خواندن این کتابا هم خوشچانس شویم و هم علم ما دوچند بالا بره. بسیار عالی. حتما 100% برای هر انسان شایق جان قند ضرور است که بیشتر مطالعه بکنن. برای شما که ماشاءالله دیگه حال زبان رسای افغانستان شدین باید در پهلوی کار مطالعه 100% داشته باشین و من تشکر میکنم از شما، از جناب فیضی صاحب که آمدین مهمان ما بودید. قربانتان یک جان سپاس و ما سپاسگزار از شما هستیم که چنین مکانی را برای جوانان وطن فراهم کردین.
من انشالله برای شما قول میدم که بعد از عید قربان به خیر به سمت کابل زیبا بیاین و همچین برنامه به کابل هم انشالله داشته باشین. بخیر انشالله. شایق جان عزیز باش که ما ببینیم کتابامو چند شده و چند دانه تکیت میشه. جناب محمودی صاحب چقدر میشه اینو؟ خب از شما اینالمون رو شما از شما 1000 افغانی میشه. بعد ما برای شما 10 دانه کارت بدیم. 10 دانه کارت بدیم برای ما. 10 دانه کارت؟ 10 دانه کارت. بله. قلم پیش شما بود. قلم؟ خب این قلم بدیم که من خود شما باید بنویسین. خب ولده خب تخلص آدرس شماره موبایل تخلص تانم نوشته کردن. تخلص هم نوشته کردیم. بله آدرس هم کابل بزنن دیگه. آدرس هم کابل. یک دانر ما نوشته میکنیم تا دیگر خود جناب محمودی صاحب نوشته کنن که وقت زیاد میبره. این ایران قلمتان فایزی صاحب انشالله برنده شوین. بخیر. ما با می یکی اول که به دست خود نوشته کردیم انشالله برنده است. بله. بخیر. خب هموطنان عزیز، واقعا یک جای عالی، یک جای فوق العاده است و ما آمدیم کتاب خریداری کردیم و این معنویتش خیلی بالاست دیگه. بله خیلی بالاه و از هموطنان و همشهریان عزیزم درخواست میکنیم که بیان از این نمایشگاه دیدن کنم که هم بخش فرهنگی و کتابخانه ما حمایت بشه و هم کتاب خریداری کنن، ببرن مطالعه کنن. هموطنا گفته بودن که از جاهای فرهنگی هرات هم برین دیدن بکنین. امروز آمدیم به یکی از مکانهای فرهنگی هرات و انشالله که سفر داریم به تمام مکانهای فرهنگی هرات. بله انشالله میریم طرف مکانهای فرهنگی. و دوستان عزیز با ما باشین، ما در هرات هستیم. خدا حافظ.